سلام دوستان گرامی، یکی از موضوعهای مهمی که در جامعه همیشه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد این دعوت جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. اندیشه ها گوناگون هستند. حتی برخی از جوانان از دعوت شدن به صف قواهای مسلح خود را خودداری میکنند و راه گریز میجویند و متاسفانه در این مسئله حتی پدر مادران هم بی‌طرفی را ظاهر میکنند. ما خواستیم وابسته به این موضوع از آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی کلاه به نام ابوعبدالله رودکی نظرهای آنها را بگیریم و پیشنهاد شما بکنیم. خدمت به وطن، این خدمت به مادر، خدمت به سرزمین، خدمت به ملت می باشد. واقعا هم امروز وقتی آن است که هر یک فرد خودآگاه و خودشناسی تاجیکستان صاحب استقلال، مخصوصا جوانمردای شجاع آن، با خواهش خود و با میل و اراده تمام به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شوند. وضعیت امروزه جامعه جهانی به همگان معلوم است که وطن عزیز ما از هر وقت بیشتر امروز به محافظت و پرستش نیاز دارد و ما ساکنان آسایشته و سرفراز و سربلند تاجیکستان صاحب استقلال خوشنود از آن هستیم که امروز با سیاست واقعا هم سازنده و خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان اردوی کشور ما به یک اردوی بسیار هم پر اقتدار و حرفه‌ای تبدیل یافته است که خدمت در صفهای این ارتش فکر میکنم برای هر یک جوان صاحب اراده مایه افتخار است. از این فرصت مناسب استفاده برده با کل جوانان سین دعوتی تاجیکستان صاحب استقلال مراجعت نموده ابراز می‌دارم که اگر ما امروز مرز و بوم کشور خودمان را حفظ نکنیم کسی دیگر این وظیفه را ادا نمی‌کند. از این لحاظ واقعا هم خدمت به وطن این قرض و شرف هر یک جوانمرد است. خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان قضیه شهروندی هر یک جوان برومند کشور به حساب می رود. اما نمیدانم با چه سبب باشد که گرچند در زمان حاضر از شرایط در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان بهتر گردیده است ولی جوانان از خدمت کردن به صف قواهای مسلح دست کشیده به سفر مهاجرتی یا اینکه به یگان جای دیگر رفته پنهان میشوند. من به چنین جوانان گفتنی هستم که از فرار کردن برگشته به خلق و وطن خود خدمت نماید، زیرا در زمان حاضر تاجیک دختران در نزد خود عزم گذاشتند که با جوانانی که در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت نمیکنند عائله برپا نمینمایند. خدمت به وطن این قرض و ناموس هر یک شهروند است و تربیه معنوی هر یک انسانی وطن دوست است. خصوصا توسط تلویزیون، سایت های اینترنتی ما میبینیم که امروزها روز تا روز صف جوانمردان به صف قواهای مسلح می افزاید و همچنین دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به خدمت حربی افزون می گردد و در اینجا البته ما حسی خودشناسی ملی، حس میهن پرستی و خودآگاهی ملی را پی بردن ممکن است. از تمام جوانان دعوت به عمل می‌آوریم که اما مسئولیتی بر ذمه داشته خود، حس وطن دوستی، حس خودآگاهی و خویشتن شناسی خود را در اینجا به کار برده به صف قواهای مسلح بپیوندند و انسان وقتی خودآگاه است، خویشتن شناس است، وطن را دوست می دارد، من باوری دارم که حتما قرض وطنداری خود را اجرا می کند. خدمت کردن در صف قواهای ارتش مسلح جمهوری تاجیکستان
وظیفه هر یک جوانمرد می باشد، زیرا هر یک جوانمرد وظیفه‌دار است که مردم وطن خود را حمایت نماید. زیرا هیچ جوانمردی از مردم غریب آمده وطن او را حمایت کردن نمیتواند، چون زمانه پیشرفته ایستاده است و آدمان فکر و عقیده های خود را دارند. دختران زیاد پیدا میشن که میخواهند که با جوانمرد و شوهر برایند که آنها یعنی خدمت حربی ادا کرده باشند. و مسئله این است که من میخواهم بگویم که وظیفه هر یک جوانمرد همین است که باید او خدمت حربی را ادا کرده باشد. خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان یکی از قرض‌های اساسی جوانمردان ما به حساب می رود. با وجود تمام توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به این ساحه و به این ساختار و با وجود تمام تامین شرایط‌های قسم‌های حربی، جوانان ما امروز از خدمت حربی حذر می‌نمایند که این خطای محض است. زین رو ما از تمام جوانان کشور دعوت به عمل می‌بریم که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رفته ادای خدمت نمایند. دوستان گرامی، چنان که شما دیدید اندیشه ها گوناگون هستند و همه این ما را به آن وادار می سازد تا در حفظ وطن همه یک جا یک کمر همت ببندیم. چنان که شاعر تاجیک غفار میرزا می فرماید: دل به غم وطن فگار من نکنم کی می کند، جام بره وطن نثار من نکنم کی می کند، در بد و نیک او شریک من نشوم کی می شود، حفظ و وفای او شعار من نکنم کی می کند.